مامان بزرگ. از این طرف. مامان بزرگ اون دیگه چه بود؟ من خیلی ترسیدم. پسر عزیزم، اون واردنه، یه موجود قدرتمند و بزرگ که از خیلی وقت پیش داره از شهرمون محافظت میکنه. پس چرا از ما بدش میاد؟ واردن همیشه اینطوری نبود. یه چیزی اونو به یه هیولا که الان میبینی تبدیل کرد. ماجرا از خیلی سالها پیش شروع شد، زمانی که من هم سن و سال تو بودم. بابا چی شده؟ مراقب باش الیزابت. برو کنار. پدرم جونم رو نجات داد، ولی شهرمون هنوز تحت حمله ویزر بود، یه موجود شیطان صفت و خبیث. همه تون بیان این ور. برید. بابا من نمیخوام بدون تو برم. چیزیم نمیشه، اینو بهت قول میدم. برو. نه. بابا تو زنده ای؟ آره، ولی بقیه کجا؟ اونجا چه اتفاقی افتاد؟ آره ورن، زود بگو. ویزر خیلی سریع بهمون نزدیک شد، نتونستم نجاتشون بدم. اوه نه. آره جون خودت، تو روزگارمون رو سیاه کردی. تقصیر بابام نبوده. بسپرش به من عزیزم. وقت برای به جون هم دیگه افتادن نداریم. الان باید بیشتر از همیشه کنار هم باشیم. ما چندین روز بیوقفه به راهمون ادامه دادیم و مسیرمون تاریک و تاریک‌تر میشد. از ترس اینکه ویزر بیرون منتظرمون باشه جرأت برگشتن هم نداشتیم. پدرم تمام تلاششو کرد که مردم رو کنار هم نگه داره، ولی وضعیت خیلی وحشتناک بود. وای اینجا دیگه کجاست؟ ببینم اون پورتالی چیزیه؟ الان باید چی کار کنیم؟ اینجا خونه جدیدمونه. مسخرمون کردی؟ اینجا مزخرفه. باید همون چند روز پیش برمیگشتیم به شهرمون. تا ویزر ما رو بکشه ترجیح میدم مثل یه قهرمان بمیرم تا مثل یه آدم بزدل تو تاریکی. اگه اینجوری فکر میکنی پس برو، کسی جلو راحت نیست. ولی من یه دختر دارم و میخوام سعی کنم آینده بهتری براش بسازم. کی با منه؟ چیکار کنم؟ بمونیم. بهتره بریم. نه بمونیم بهتره. میدونستم. خیلی خوب باید بریم. حواستون. بابا؟ ببخشید، حواستون رو جمع کنید، کلی کار داریم. زندگی تو اعماق تاریکی آسون نبود. ما باید با همون منابع محدود چیزای جدیدی تولید میکردیم تا دووم بیاریم. عدم وجود نور به روح و روانمون آسیب زد. ما به معنای واقعی داشتیم توی تاریکی زندگی میکردیم. با اینکه همیشه تحت فشار روحی بودم، اما با این حال مثل توی شهرمون بزرگ شدم. بابامم هر روز بیشتر از دیروز به اسکالک وابسته میشد. اسکالک؟ وارن دوباره نه. اون صدا، خواهش میکنم بس کن. اونا تو خطرن وارن. فقط تو میتونی نجاتشون بدی. ما میتونیم نشونت بدیم. الیزابت نه، نباید بذارم این اتفاق بیفته. اگه به حرفمون گوش بدی لازم نیست اتفاقی بیفته. فقط بگو باید چی کار کنم.
اون پورتال را ارتباط بین دنیای شما و دنیای ماست. دنیای ما بهشته. ما بهت یاد میدیم که چطوری اون پورتال رو بازسازی کنی و بعد از باز کردن گذرگاه میتونی مردم تو برای همیشه نجات بدی. اطاعت میشه. خوبه. بابا چی کار داری میکنی؟ الیزابت برگرد داخل. من نمیخوام آسیب ببینی. به من نگو چی کار کنم. تو که نمیخوای از اون تو رد بشی مگه نه؟ مجبورم. باید نجاتتون بدم. گوش کن بابا، میدونم بابت اتفاقاتی که افتاده عذاب وجدان داری، ولی کاری از دستت بر نمی اومد. همین که ما رو آوردی اینجا کار درستی بود. اینا اصلا تقصیر تو نیست. متاسفم ولی باید این کارو بکنم. من سریع برمیگردم تا بقیه‌تون رو نجات بدم. بابا! اینجا دیگه کجاست؟ من چی کار کردم؟ وارن، خیلی خوشحالم که اومدی. بابا اون دیگه چیه؟ همه آماده باشید. جامون لو رفت. میدونستم دیگه گاومون زایده. چطور این اتفاق افتاد؟ اون ویزره. بابا گفت نجاتمون میده. شاید داشت درباره همین حرف میزد. زود باش بابا، ما رو حساب کردیم. ای تو، چه اتفاقی داره میفته؟ گفتی دنیات مثل یه بهشته. اینجا اصلا شبیه یه بهشت هم نیست. ما گفتیم ببخشید، حتما سوء تفاهمی شده. نگران نباش، هنوز هم یه راهی هست که بتونی مردمتو نجات بدی. واقعا؟ معلومه، ولی خیلی نمک نشناس به نظر میای. مطمئنی ازمون اطاعت میکنی؟ آره، بهم اعتماد کن. مطمئنم. بسیار خوب، پس جسم تو در اختیار ارواح نفرین شده قرار بده. این دیگه چیه؟ نه 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 نه! کارمون تمومه. ها؟ اون دیگه چیه؟ هرچی که هست به نظر میاد طرف موه. نه، خواهش میکنم تمومش کن لطفاً. ممنونم بابا. پس واردن بابای توه و فقط داره سعی میکنه از اینجا محافظت کنه از ما، ولی بازم خیلی ترسناکه.